ببینید برادر عزیز، هر کسی که در حق همین مهاجرا خیانت میکنه، الله در این دنیا و در آخرت خارش میکنه و دعا میکنیم که الله خارش کنه. دعا میکنیم که الله خارش کنه. تو امروز فریب میکنی 4 تنگه یک مهاجر میگیری میبری، برای خودت خانه میسازی، ماشین میخری، برای کودکات لباس میخری، کودکات تماشا میبری، یگان 4 چند روزه و همون پول تو کیف میکنی و میگردی. لیکن فراموش نکنی آه واه این مهاجر خانه تا میسوزونه، آه واه این خانه تا میسوزونه، قیامت تا میسوزونه، روت سیاه میکنه. آخه حق مردم که خوردی، او گوشت و پوستی که به حرام تربیت یافت، از او فرزند سالم به دنیا نمیآید. و او گوشت و پوستی که حق مردم خورد حق بر نگردان و اگر مرد توبه نکرد حق نگردان، او را او لایق‌تر، سزاوارتر و مناسب‌تر است به آتش جهنم. الله سبحانه و تعالی گناه بین تو و بین الله باشه، صادقانه توبه که آبی چشم که به قطره آبی چشم که صادقانه توبه که الله گناه نمیبخشه. ولی حق مردم خورده باشه تا اینکه حق نگردانی الله نمیبخشه. یکی از شرط های توبه همین است، یعنی اسلوبی قبول شدن توبه همین است که حق مردم باید برگردونده شود. حتی شهید الله سبحانه و تعالی نمیبخشه. روز قیامت الله سبحانه و تعالی میاره از ظالم و مظلوم میگه یا الله همین آدم حق مرا خورد، من دو ماه رفتم زدم ابیک تمام کردم، پول مرا گرفت رفت الا نداد. بعد الله سبحانه و تعالی میگه از اون ثوابش بگیر، از گناه ثوابش بگیر، در نامه اعمال مظلوم بنویسی. میگیرن مینویسن، اگر ثوابش خاموش میگه گناههای ایرا بگیر، در نامه اعمال اون ظالم بنویسی. ظالم میره دوزخ، میره جنت. در روز قیامت که تو یک ثواب در پدر در نمیتی، مادر در نمیتی، زن در نمیتی، بچه در نمیتی، دختر در نمیتی، برادرات در نمیتی، هیچ کس در نمیتی، ولی یک آدم بیگناه میگه میگرش میره. تو باید در دنیا گناه کرد